مرا 2 نفر کشوله کرده به پدول بردن همچو خر برین ما که پوچه هم از کار موندک مرا لرزم گرفت راستش خیلی گفتن 15 سوتکتر محکم میکنیم تی خوییم تلفن ما دستم زده گرفتن من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید. نیلوفر رجبووا ادعا دارد که در یک عملیات یا ریدی مقامات علیه سطر بازداشت و در اداره پلیس تحقیر و اذیت شده است. نیلوفر دختری رحمت الله رجب یک عضو زندانی حزبی فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. او میگوید بعد بازداشت و بازپرسی و فشار 10 ساعته پلیس بیماریش خروج کرد و راهرویش مشکل شد. من گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید که گفتن تو زن نیستی تو خدا زده ای تو اخواگری گرفته میگه چی پلا نزده ایره دروغ کرده سپیکتاکل کرده ستی گرفته مرا بردن با پدول. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای سطر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودن. بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خطونه چی دی خیلی پیچوندین نفساتون نمیگیره ای چی هفتین لباساتونه اینجا شما در نه افغانستان نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعد خیلی لباساتون نپوشین ویدی شهر ما را ویران کردین گفته ما اچاد میسپریم که چند نفر کشیدیم سطراشونه با هم رسید با من ندادن گفتن که تمام شد. برخورد پلیس با نیلوفر زمان تغییر یافته است که نام و نسبش را گفت و خواست معلوماتنامه پیشنهاد کرده پلیس را عکس بگیرد. بعد تهدیدهای زیاد به گفته نیلوفر مادرش را دعوت کرده و او را جواب دادند. ما گفتم خواهی شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستانی ما را بدونین که ما چی خیل شدم ما با آوازی بلند گفتم کی زد خدا زده گفتم کسی زدی گفتم دستکات چی کنه که بعد این دختری ما نشان داد همورا نشان داد او گفت که من نزدم ما گفتم تو زده باشی الهی نکم دستکات چی کنه گفتم آوازم محکم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. در کشور برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز پوشش مذهبی یا به گفته مقامات لباسهای بیگانه را تحت نظارت گرفتند.